چگونه از شغلمان لذت ببریم؟ ما در جهان مطلوب برای انتخاب شغل 2 اولویت اصلی را در نظر می‌گیریم. شغلی که از آن لذت ببریم و شغلی که درآمد آن نیازهای معقول مادیمان را پوشش دهد. اما برای اینکه بتوانیم با فراغت بال چنین شغلی را انتخاب کنیم، میبایست به لحاظ احساسی به تعادلی رسیده باشیم که البته کمتر کسی به چنین تعادلی رسیده است. و اما در واقعیت هنگام انتخاب شغل 3 اولویت فرعی تصمیماتمان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. شغلی که درآمد آن بیش از نیازهای معقول مادیمان باشد و از نگاه دیگران نیز چشمگیر به نظر برسد. حتی دیگرانی که لزوماً آنقدرها هم دوستشان نداریم. شغلی که ما را از نگاه ترحم آمیز کسانی دور نگه دارد که در عمق وجودمان هراس و بی‌اعتمادی ایجاد می‌کنند. و در آخر شغلی که ما را به فردی شناخته شده، معتبر، محترم و حتی بسیار مشهور تبدیل کند تا دیگر هیچ وقت احساس حقارت و نادیده گرفته شدن نکنیم. لازم به گفتن نیست که این 3 اولویت فرعی زندگی کاری را بسیار پیچیده‌تر و ناخوشایندتر از آن چیزی می‌سازند که هست. پس تعجبی ندارد که هنگام تصمیم گیری دچار سردرگمی می‌شویم و به جای تمرکز بر مشاغل مورد علاقه‌ای که به خودی خود از آنها لذت می‌بریم، درون و سرشت خود را آنچنان تغییر دهیم که پاسخگوی نیازها و الزامات بیرونی باشد. در چنین شرایطی امکان ندارد مشاغلی مانند مربیگری مهد کودک، روان درمانگری، نجاری یا آشپزی را انتخاب کنیم. انگیزه درونی ما برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران، تسلط بر آنان و شناخته شدن در میان غریبه‌ها از همان ابتدا مانع انتخاب چنین مشاغل نسبتاً ساده و نچندان مهمی می شود. در سایه چنین وضعیت روانی برای کسب مشاغل درخشانتر تلاش می‌کنیم، حتی مشاغلی که به آنها علاقه چندانی نداریم و با غرق شدن در آنها سلامت جسمی و روابط خانوادگیمان را به خطر می‌اندازیم. به این ترتیب پیوسته در معرض اضطراب و وحشت خواهیم بود، چرا که امکان شکست در چنین مشاغلی بسیار بالاست. با چنین نگرشی حتی اندک عدم تأییدی از جانب دیگران می‌تواند برای ما وحشتناک باشد و یا کاهش مختصر درآمدمان نسبت به رقم نجومی سال گذشته مهلک به نظر برسد. تحت فشار زیاد ممکن است حرکات نابخردانه و عجولانه از ما سر بزند. در انجام کارهایمان سهل انگاری کنیم، خود را وارد جریانات پرمخاطره سازیم و در کل زمان کافی برای کارمان صرف نکنیم و در انجام آن حوصله به خرج ندهیم. آنچه که ما را قادر می‌سازد تا شغل مناسبی برای خود انتخاب کنیم، چیزی است که در ظاهر هیچ ارتباطی به شغل و کار ندارد. عشق، داشتن تجربه عمیق از عشق در کودکی و بزرگسالی. اگر کودکی به درستی مورد محبت قرار بگیرد، دیگر نیازی به اثبات خود با شیوه‌های معنادار نخواهد داشت. او نیازی ندارد در مدرسه بر سایرین پیشی بگیرد، آشنایان را تحت تأثیر قرار دهد و به گونه‌ای بدرخشد که از عزت نفس شکننده والدینش محافظت کند. کاملاً محتمل است که چنین فردی عملکرد خوبی در مدرسه داشته باشد، اما دلیل این موفقیت لذتی است که از یادگیری میبرد، نه قدرت بخشیدن به والدین و جلب رضایت سایرین. او میتواند مسیر لذت بردن از زندگی را پیدا کند و نیازی به تحت تأثیر قرار دادن دیگران ندارد، زیرا به خوبی میداند وجودش به اندازه کافی خاص و بی‌نظیر است. چنین کودکی ممکن است حتی در بزرگسالی به فردی بسیار سخت کوش بدل شود، اما دلیل آن علاقه به کاری است که انجام می‌دهد، نه آتش مورد تشویق قرار گرفتن از سوی دیگران. او وقتی می‌تواند بر انجام درست کار خود تمرکز کند که دیگر نگران شناخته شدن توسط اهالی شهری دیگر یا معروفیت در 100 سال آینده نباشد. چنین فردی در گمنامی کامل از کار خود خرسند و راضی خواهد بود. تجربه عشق در بزرگسالی به ما حس امنیت می‌دهد. زمانی که کسی واقعاً به ما عشق می‌ورزد، شکیبایی، توجه و مهربانی او باعث می‌شود حس کنیم در این دنیا ریشه دوانده ایم و جهان پذیرای ماست. در این صورت است که دیگر چندان اهمیتی ندارد که چه تعدادی ما را می‌شناسند و یا آخر ماه چقدر پول برایمان باقی می‌ماند.
آنگونه که دی.اچ. لارنس میگوید 2 نفری که عاشق هم هستند از خوابیدن روی نیمکت پارک نیز خوشنود خواهند بود. ایده‌ای که شاید مو به مو درست نباشد، اما به خوبی نشانگر قدرتی است که عشق در مقایسه با اولویت‌های مادی به ما می‌دهد. تا اینجا متوجه شدیم این طمع‌کاری نیست که فرد را به طرف کسب قدرت، ثروت و شهرت سوق می‌دهد، بلکه حس آزاردهنده مورد بیمهری دیگران بودن و پذیرفته نشدن توسط آنهاست. وضعیتی که ترحم برانگیز است. این افراد شاید برنده به نظر برسند، اما در واقع قربانیان غمگینی بیش نیستند. موفقیت‌های مفرط میراث عواطف آسیب دیده افرادی است که وجودشان را کافی نمی‌دانند و همیشه به دنبال دستاوردهای چشمگیر هستند. شاید تلاش برای ترمیم زخم‌های عاطفی از طریق انتخاب شغلی ظاهراً مناسب و انجام کارهای برجسته به عادت ثانویه‌مان تبدیل شده باشد. حتی شاید متوجه نباشیم که سراغ شغل مورد علاقه‌مان نرفته‌ایم. پس باید شجاعت خود را جمع کرده و به این سوال پاسخ دهیم که اگر از همان ابتدا آنگونه که میبایست حس دوست داشته شدن را تجربه میکردیم، در زندگی چه مسیری را پیش میگرفتیم. شاید در حالی که اشک در چشمانمان حلقه زده مجبور به اعتراف شویم که مسیر زندگیمان تا چه اندازه میتوانست متفاوت باشد و چه آرزوهایی را قربانی حس پذیرشی کردیم که از طفولیت از ما دریغ شده است. درخشانترین دستاوردهای شغلی هیچگاه نمیتوانند کمبود عشقی را جبران کنند که از آن رنج میبریم. ما باید از کار و شغلمان با تمامی شرایط و ویژگی‌های خاص خودش لذت ببریم و در جای دیگری از زندگی برای عشقی که از همان ابتدا از آن محروم بوده ایم سوگواری کنیم و به دنبال مرهمی برای آن باشیم. ترجمه و دوبله شده در مؤسسه فرهنگی هنری و خدمات اجتماعی بامداد امید صبا.